5 تا گفتین بگم؟ سلام، دکتر لیلا افتخار هستم، متخصص دندانپزشکی کودکان. در ایام تعطیلات نوروز حتما روتین بهداشتی کودکان توسط والدین رعایت بشه. به صورت مسواک زدن صبح و شب توسط والدین و نخ دندان کشیدن هر شب حتما انجام بشه. در نوجوانان هم نظارت بر بهداشت دهانی باید صورت بگیره. در مورد مصرف تنقلات و شیرینی‌ها به حداقل رسوندن تعداد دفعات و میان وعده‌ها مهمترین نکته هست. حداقل کاری که میشه انجام داد این هستش که بعد از مصرف شیرینی دهان کودک با آب تمیز بشه و در صورت دسترسی به مسواک حتما با مسواک تمیز بشه. توی کودکان بالاتر از 6 سال استفاده از دهانشوی فلوراید هم کمک کننده است. در صورت بروز دردهای دندانی استفاده از مسکن‌ها و تمیز کردن نواحی که گیر غذایی برای کودک اتفاق افتاده به تسکین درد کودک کمک کننده است.